یک روز شب یک کسی برای من 12 شب زنگ زدم تو از نیم خواب خیستان من آخر تلفن گرفتم نمبرم ناشناخته سلام علیکم خوب هستی جان جور است گفتم شکر خوب هستم خیر هستی آخر اول اصلا خراب شد مجبورم برادر 12 شب مردم شبکاری داره روزکاری داره خواب داره تو هیچ چیز در نظرت نمیگیری هر وقت که فتوا دار فتوا خریس من مفتی نیستم روزا نمیرم من درس میدم تو دی شب چرا من آزار میدی خب به هر صورت باز گفتم میشه البته بشه 12 شب که زنگ زده این کدام مشکل داره خیستم خب برای سلام علیکم و علیکم سلام استاد می وهابی‌ها را بکشیم ما گفتم چرا؟ وهابی کیست؟ ولی هم یک تعداد مردم از پای خدا چاک میگیره و دستای خدا سر سینه میگیره مثل زنا واره و دیگر این تو دستای خدا بالا میکنه و آمین صدا میکنه. امیاره برای ما یک ملا صاحب در قندوز بود برای ما گفته که امیر میگه چیز که ما از قندوز گپ بزنیم باز ما گفتم باش ما یک دفعه خط شما گپ بزنم با صبح تصمیم بگیرم. ما گفتم نه بیاره که ما بکشم و بازی چطور است. آخر ما بهش گفتم برادر عزیز من برات یک پیشنهاد دارم تو یک کار بکن یک دانه بم پیدا کن خب تو بم قوی که تو مثل اتم واره باشه در زمان حج برو اونجا 30 لک حاجی است 3 لکش که ترکی و حاجی ترکیه و پاکستان و افغانستان و هند اینیا آمین بالجهر نمیگن 27 لک حاجی دیگه کلشون بلند آمین بالجهر میگه و رفع الیدین هم میکنه اونوش یک دانه بم پرت 27 لک نفر بکش که بخی دلت یخ شود یک نفر دو نفر خب 27 لک نفر اونجا رفت مفتم بله مذهب حنبلی هست میکنه خال ما تو میگیم روز اول برای شاگرد خدای مدرسه میگیم که 4 مذهب اهل سنت حق است خیلی وقتی که حق است خیلی چرا میگی حق است و لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون آل وقتی که خودت میگی حق است آل مثلا مذهب شافعی حق است یا باطل است خیلی اونجا خب مردم شافعی هستن اونو خب مثلا حنبلی هستن بفرمایید کتابای فقهیشون بخونید وسایل که این گناه رفع الیدین میگن آمین بالجهر میگن نمیگن و این گپ است آل وقتی که چی است باز بعد استاد چطور است مثلا برادر عزیزی مسلمان است یک نفر که میگه لا اله الا الله محمد رسول الله و اون مرد که مثلا عقیده توحید داره یک پریزه و به خاطر محبت رسول الله صلی الله علیه و آله مثلا دست ساعت است مثلا دست راسم بسته کردیم چرا بسته کردیم به خاطر که رسول الله صلی الله علیه و آله تیمم دوست داشت در روز قیامت مثلا رسول الله صلی الله علیه و آله میگه پرسان کنم ساعت در کدام دست بسته میگم رسول الله به خاطر محبت تو چی میکنم ساعت ما در دست راسم بسته خب این نفر که ساعت خود دست چپ خود بسته میکنه چی جواب میده به رسول الله صلی الله علیه و آله خب رسول الله چی خوش داشت تیمم خوش داشت یا خوش نداشت چرا که دست راست نان میخوریم چرا که پای بوت خود از پای راست کلش خودی تیمم است اینالینی مشکلاتی هست که حداقل همین طبقه عالم طبقه روشنفکر طبقه تحصیل کرده حداقل برای مردم بشینن بفهمن و گردنمو بسته میشه در این راستا که اگر چیز نکنیم نگوییم به خاطر ازی که اگر موضوع حنفیت باشه ما پدر کلانه ما کلش علما تیز بودن و کلش احناف بودن و اگر از نگاه صوفی بگیم دیگه صوفیا یگان صوفیا که ما گپ میزنن میگم بچه تو یک چلر مرید هستی لالایت پیرخانه است ما پیرخانه در شپول بابا دستای ما را شش قاطع ماش میکنن ما گفتم خیلی ما خونه بفرمایید فهمیدید با کلان ما قبرش نمیال صاحب که بری سیل کنی از سومنات هم کده تا اونجا بیرو بارک زیاد است خونال خادم وقتی که فهمید که چی است حالا ما میگیم در اونجا برشان گفتیم که گوسفند بردن در زیر قبر بابا کلان ما حرام است ناروا هست مفتی محمد شفیع میگه که اگر یک جای رفتی مفتی است کلان عالم حنفی است و معاصر است میگه اگر یک جای رفتی گوشت خر مرده هست و گوسفند به نام مخلوق ذبح شده تو از گشنگی میمونی اینمی گوسفندی که به نام مخلوق ذبح شده ایره نخونم و خر بخو خیمو قبل کی را قبول میکنیم امام صاحب وقتی که میگه صح الحدیث فهو مذهبی را قبول نداریم امام ابن عابدین وقتی که میگه لا یخرج مقلده عن تقلیده اذا عمل بقول رئیس مذهبی او را وقتی که میگیم او را قبول نداریم وقتی که خیمو مثلا به کدام مذهب کدام چیز وقتی که میگه اهل سنت قبول داریم هر 4 مذهبش تمام روز می علما در مدارس همین هر 4 مذهب درس میدن فقه مقارنه درس میدن خیمو چیز اینال عالم مسجد وقتی شما پیش قسم میکنید که مثلا مولوی صاحب مسجد گپ میزنه گپ هم عالم هم قبول نداره حالا مثلا یک نفر اختلاف پیدا کرد حداقل 2 نفر اختلاف پیدا کرد
چی هست، دو نفر اختلاف پیدا کرد میره پیش مولوی صاحب. مولوی صاحب ما دو نفر در اختلاف هستیم، تو بیا که بریم. مولوی صاحب از قال الله و قال الرسول خبر. مولوی صاحب گفت بله برادر این نمی گپ در سنت است، منتها ما نمیکنیم، در دیگه مذاهب میکنه و حدیث صحیح است. بخاطر از این سوال میکنه که مطابق مزاج ما جواب بده، اگه مخالف از هم کرد باز گپ از اونم قبول نمیکنه. محبوبنا ولا الجفا فاكشف إلهي ضرنا